زاده ناحیه یاوان ولایت ختلان و همزمان ساکن شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه میر ظفر زیاد از 30 سال می شود در جاده فرهنگ و هنر فعالیت کرده است. حالا همچون کارگردان، نویسنده و مشورتچی فیلم های تاریخی در شهر و ناحیه های ولایت لنینگراد فدراسیای روسیه مشهور گردیده است. کتاب های او را قریب در تمام کتابخانه های شهر سنت پتربورگ پیدا کردن ممکن است. جنگاوری که بر روشنایی می رود از کتاب های مشهور میر ظفر بوده خوانندگان زیادی دارد. تجربه زندگی در هندوستان، جمهوری مردمی چین و تیبت این مرد ایجادکار را به کتاب نویسی وادار کرد. 17 سال زندگی در کشورهای آسیای مرکزی و یاکوتسک او را برای مردم این کشورها به خوبی معرفی ساخت. مقصد اساسی میر ظفر نه تنها معرفی فرهنگ تاجیک به مردم روس بلکه برای تمام جهانیان است. Вижу, как очень продвинулась. حالا می‌بینم که فرهنگ مردمی تاجیک رو به پیشروی دارد. من این را از فعالیت خوبی مرکزی که حالا صحبت ما در آن جریان دارد، یعنی مرکز فرهنگی خلق‌های شرق می‌توانم به‌گذاری کنم. اینجا تلاش است تا به مردم از فرهنگ و عنعنه‌های ملی خلق تاجیک معلومات بیشتری داده شود. من قریب در بیشتر شهر و ناحیه‌های فدراسیای روسیه و حتی در منطقه‌های دوردست آن نیز بودم و با جوانان زیادی هم صحبت کردیدم. هر یکی آنها تلاش می‌کنند تا دانششان زیاد گردد و معنویات خود را بالا بردارند. کس از دیدن چنین حالت خوشش میآید. البته دانش این برای کس قوت و نیروی ادانه شونده میبخشد. در طول 45 سال عمر خود میر ظفر در موج‌های زندگی با سوپیچوتو بخورده است. گاها امواج روزگار او را به ساحل مرادش میکشید و گاهی دیگر غرقش میساخت. این بود که اثرهای آفریده‌اش پهلوهای گوناگون زندگی را انعکاس می‌نماید. با شنیدن قصه های او کس را گمان می‌آید که شاید کتاب‌های نوشته او پر از نگرانی و قصه های مشکل از زندگی است، اما چنین نیست. من کتابم را در مورد محبت پاک نیکی جاویدانی بخشیدم، زیرا می‌خواهم نفر کتاب ما را باز کند تمام واقعات حیات را با چشم نیک نظر نماید، میگوید میر ظفر. Есть радость жизни. Пища есть прана, свет, цвет, звук, запах, любовь. Есть энергия космоса. У каждого народа свое солнце. У каждого народа своя пища. Не оскорбляй солнце другого человека. Не будь ослом, не мучай тело голодом и обжорством. Помни, худой человек – болезнь, толстый человек – болезнь. Будь ровным и счастливым. Соединяйся с пищей радостно, не торопясь, не волнуясь. خب میگفتید که شما رو چی وادار کرد که رو آورد به نوشتن کتاب ها؟ У каждого человека в этой жизни должна быть цель. Если нет цели, жизнь будет бесполезна. Это меня учили еще в Душанбе. هر کس باید در حیات هدفی داشته باشد. اگر مقصد نباشد زندگی برای انسان‌ها معنی خود را گم می‌کند. این گفته‌های ارزشمند را به من هنوز سال‌های 90 قرن گذشته در شهر دوشنبه در دانشگاه صنعت گفته بودند. در همان سال‌ها استادان تاجیکی من که خیلی هم دانشمند بودند به من تاکید می‌کردند که تو باید دانش‌های داده ما را حفظ کنی و به دیگران رسانی. چون حالا کمی زمان دیگرگون شده است و دانش‌های ما نیز تا جای دیگرگونی دارد، احتمال مشکلی‌ها پیش آیند. در برابر دانش باید فرهنگ پرقنوات خلق تاجیک را از یاد نبری و آن را به جوانان تلقین نمایی. این را استادان به من گفتند که پیشگویی‌های آنها دانشمندانه بود. واقعا همین خیلی هم شد. طول سال‌های 90 مشکلی‌های زیادی را ما پس سر کردیم. حادثه‌های دهشتباری که در وطن ما شده بود مردم را به هر طرف پریشان ساخت. ولی با شرافت صاحب استقلالی و وحدت و یگانگی همگی برگشتند و اکنون زندگی آسوده دارند. حالا باشد در اساس گفته‌های استادانم قدم استوارانه پیش می‌گذارم. فرهنگ و معرفت پرقنوات مردم تاجیک را به ساکنان فدراسیای روسیه معرفی دارم. از اشعار و گفته‌های بزرگ نیاگانمون به مثال فردوسی، خیام، رومی، سعدی و حافظ و به مانند اینها دیگر خردمندان ملت را به دیگران با پررگی شناس می‌کنم. کتاب‌هایی که من روی چاپ آوردم تمام مردم شهر و ناحیه‌های فدراسیای روسیه مطالعه می‌کنند. پس از مطالعه آن خوانندگان قلب خلق تاجیک را درک کرده احساس می‌کنند که ما همه یک مردمیم. یعنی تاجیک و روس یک خلقیتند. این اطلاعات را تنها نفری می‌داند که او از تاریخ خود با خبر است.
таърих собит месозад ки мо ва гурӯҳи мардумони забони ҳинду-эронӣ як халқ будем. Албатта ин ҷо боз дигар забонҳо ҳам шомил буданд. ана ҳамин маълумот ба дигар иттилоотест ки мехоҳам онро ба хонандагони худ фаҳмонам. Мехоҳам аниқу дақиқ фаҳмонам ки мо ҳамагӣ як халқем, мисли фарзандони як оила. чунки сарфи назар аз забон мо ҳама инсонем ва талаботи якрангаи инсонӣ дорем. дар ин самт ба ман маркази фарҳангии халқҳои шарқ кӯмак мерасонанд ки аз он хело ҳам шодам. این مرکز برای تمامی خلقیت‌های شرق سهم مناسبی در معرفی فرهنگ مردم دارد. فعالیت این مرکز مرا در حیرت گذاشت و من با کمال میل با آنها همکاری دارم. زیرا آن برای تمامی خلقیت‌های روی عالم درهای خود را باز کرده است. اینجا مردمان زیادی را واخوردن ممکن است. روس‌ها، ازبک و قرغیز، قزاق و تاتار، آلمانی‌ها و به مثل اینها دیگر خلقیت‌ها می‌آیند و از دیدن پرچم کشورهای خود نان و میوه‌های تاجیکانه خود را در عالم شرق مخصوصاً توجیکستان تصور میکنند. محض معرفی فرهنگ از همین نازکی ها آغاز می‌یابند که آن میتواند ما را باز هم متحدتر سازد. این همه را من در کتاب های خود درج کردم و نوشتم که فرهنگ از سلام علیک که معنایش به خاندان شما صلح را آرزومندم و ارتباط مردم سرچشمه گرفته، تناول نان گرم تاجیکی یک لذت است و کس خود را لحظه در دنیای زیبایی احساس میکند. در فدراسیون روسیه مرکزهای زیادی فرهنگی فعالیت دارند که سمت فعالیت بیشتر آنها آماده کردن حجت‌گذاری مهاجران است. البته این چیزی مهم است ولی فکر دارم معرفی فرهنگ خیلی هم مهمتر است. این مرکز باشد برای آشنایی مردم به فرهنگ خلق تاجیک راه را باز می‌کند. همزمان به مهاجران زبان روسی را می‌آموزاند. ما می‌خواهیم توسط این مرکز فیلمی را روی نوار آوریم که آن افاده کننده فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک باشد. زیرا در این مرکز تالار ورزشی نیز موجود است و مربیان با تجربه تاجیک و ورزشکاران جوان تمرین می‌دهند. ورزش، فیلم و کتاب در یک جایگی می توانند امکانیت خوبی را برای شناسایی بیشتر ملت فراهم آورند. مهمتر از همه باید مردم روس پورا درک کنند که تاجیک و روس مثل یک برادرند. زیرا این شعار ما همگی پیوسته تلاش داریم تا به هدفهای خود برسیم. در اینجا کارمندان و تشریف کنندگان کمک خود را دریغ نمی‌دارند. این همه موفقیت ها را من در صاحب استقلالی تاجیکستان می‌دانم. زمانی که کشورها را می‌خواستند از هم جدا کنند، پیش از همه ارتباط را میان آنها کنده کردند. ولی خوشبختانه فرهنگ و تاریخ پرغناوت مردم تاجیک توانست که تاجیکستان و روسیه را به هم بپیوندد. این پیوستن‌ها توسط دانش و خیرتمندی‌های مردم دو کشور صورت گرفت. حالا قریب که گفته‌های من تاجیکم یا من روسم از بین رفته است. حالا کلمه من به ما تبدیل یافته است که آن از موفقیت و رشد فرهنگ هم تاجیک و هم مردم روس به شمار می‌رود. Я, например, таджик, я русский. Нет, наконец-то мы идем слово, которое говорит мы. И вот это самое главное достижение культуры русского народа и таджикского. офтоби ориёӣ китобе аз силсилаи сеюми Мир Зафар дониста мешавад ки он қисме аз асари ҷанговаре ки ба рӯшноӣ меравад аст. ин китоби Мир Зафар касро ба умқи андешаҳо бурда тобишҳои зиёди фалсафӣ дорад. китобҳои офтоби ориёӣ ҷанговаре ки ба рӯшноӣ меравад онҳоро метавон ҳамчун қиссаҳои ба ҳам печхӯрда ва ё ҳамчун ҳасосияти умқи тиннатии инсон қабул кард. мирзафар тасмим дорад ки ҳамқадамону ҳамқаламони худро аз миёни муҳоҷирон бештар кунад. ӯ навқаламону эҷодкорони ҷавонро дастгирӣ мекунад то онҳо низ дар ин ҷода муваффақ гарданд. зеро ба мушоҳидаи ӯ кам набуданд муҳоҷирони тоҷике ки маҳорати хуби нависандагиву эҷодкорӣ доранд. خب میگفتید که اکنون در آینده چی نقشه ها دارد و در کدام سمت یا اینکه در کدام موضوع ها میخواهید که کتاب های دیگری خود رو روی چاپ کنید یا اینکه برای خوانندگان پیشنهاد کنید؟ Сейчас моя цель написать новые книги, которые будут сближать наши народы. حالا من تصمیم نشر کتاب‌های نو را به خاطر نزدیکشوی خلقیت‌ها دارم. در این سمت سهم مرکز فرهنگی خلق‌های شرق خیلی نظررس است. من به این مرکز اعتماد کامل دارم چون که آن می‌تواند راه‌های خوبی را بهر معرفی فرهنگ تاجیک به انجام رساند. ما حالا نقشه داریم که در برابر نشر کتاب‌ها همزمان به نوقلمان چگونه نوشتن اثرها را آموزانیم.
طبق مشاهده شماره زیادی مهاجرانی هستند که مهارت ایجاد کردن و نوشتن حکایه و اثرها را دارند. می‌خواهیم آنها را از تمام نازکی‌های نویسندگی برخوردار کنیم. جوانان در مؤسسه‌های عالی و کسبی شهر و ناحیه‌های فدراسیای روسیه تحصیل دارند و می‌توانند به مرکز فرهنگی خلق‌های شرق تشریف آورده آموزش گیرند. آموزش در برابر نوشتن اثرها اینچنین در رشته نقش‌آفرینی در فیلم و نمایشنامه‌ها نیز صورت می‌گیرد. زیرا در برابر نویسنده بودن من در فیلم و نمایشنامه‌های زیاد همچون کارگردان فعالیت نیز داشتم و امروز ها نیز دارم. در مدت نوشتن کتاب‌ها من کمی از کارگردانی دور شدم. زیرا نویسندگی وقت زیاد را طلب می‌کند و برای پرمضمون بودن اثرها ایجادکار باید دیگر کارها را یک سو گذارد. آموزش‌ها با زبان روسی صورت می‌گیرند. کسانی فهمیش کمی زبان را دارند با آنها در مرحله اول زبان را می‌آموزانیم. من به آینده جوانان تاجیک اعتماد زیادی دارم و اطمینانم کامل است که آموزش‌ها بیهوده نبوده و آینده آنها نفع زیادی می‌رسانند. حالا می‌بینم که شماره جوانان با فرهنگ افزوده است. از این چیز من خیلی بالیده روح می‌شوم. Я вижу, какие у нас культурные люди, молодые. میر ظفر از سبب که مدت طولانی در فدراسیای روسیه زندگی داشته با زبان این مردم ایجاد کرده ایستاده است، با زبان تاجیکی کمی با مشکلی حرف میزند. ولی ما صرف نظر از این همه با زبان مادری با صحبت کردیم. این قلمبدست اکنون تلاش‌هایش را بهر آن روانه کرده ایستاده است که کتاب‌هایش را با زبان تاجیکی نیز نشر کرده دسترس همزبانان و هموطنانش سازد. اینچنین میر ظفر همچون مشورتچی فیلم‌های تاریخی در فدراسیای روسیه شناخته شده است. همین است که او را نه تنها همچون نویسنده بلکه چون کارگردان نیز به خوبی می‌شناسند. В глубине грота было темно. Там, на земле, сидел Гигин с длинной белой бородой и волосами. Я вот сейчас очень жду этих молодых людей, ما انتظار جوانانی هستیم که خود به مرکز فرهنگی خلق‌های شرق می‌آیند و از ما درخواست آموزش زبان روسی، نویسندگی، کارگردانی و نقش‌آفرینی را می‌کنند. ما با این گونه شخصان دست یاری دراز می‌کنیم. مردم از تمام کشورهای شرق هم باشد برای ما اهمیتی ندارد. ما با دست دادن امکانیت به همه آنها کمک خود را برای آموزش دریغ نمی‌داریم. زیرا در همه گوشه و کنار عالم فرهنگ یک زبان دارد و یک قانون. زیرا فرهنگ ملت و زبان ندارد. این قاعده‌ها را ما به خوبی می‌دانیم و به آموزش گیرندگان می‌آموزانیم. اما من می‌دانم که جوانان تاجیک استعداد خوبی دارند. از باوری زیادی من نسبت به جوانان همین را می‌توانم بگویم که در آینده‌های نزدیک سینمای تاجیک را هم در گالیوود و هم در بالیوود تماشا می‌کنند. می‌خواهم گروهی نوی شاعران و نویسندگان به تازگی به فعالیت شروع کنند. با جوانان وقتی که وا می‌خورم می‌بینم که لیاقت خوبی دارند و می‌توانند در جوده ایجادکاری موفق گردند. زمانی در تاجیکستان زندگی کردنم قریب در بیشتر شهر و ناحیه‌ها بودم. وقتی که گفتگوی مردم را با زبان تاجیکی شنوم یک احساسات خوبی مرا فرا می‌گیرد. من این زبان شیرین را هیچ فراموش کرده نمی‌توانم، زیرا آن برای من زبان مادری است. آرزو دارم تا کتاب‌های به تب رسیده من با زبان تاجیکی نیز روی چاپ آیند. البته کوشش می‌کنم که آن را خودم با زبان تاجیکی ترجمه کنم. البته برای این کمی وقت ضرور است. وقت برای آن لازم است که مدت زیادی در فدراسیای روسیه کار و زندگی کردنم، گفتگو با زبان تاجیکی برایم کمی مشکل‌تر گردیده است. این مرد ایجادکار همیشه صحیفه‌های تاریخ را ورقگردان می‌کند تا جنبه‌های گوناگون حوادث گذشته را آموزد و دلیل‌های رد نشونده را به دیگران توسط اثرهایش نقل کند. طور خود او میگوید تاریخ ثابت می‌سازد که مردم تاجیک نسبت به دیگر مردمان روی عالم تاریخ و فرهنگ رنگینی دارد. حتی در عصرهای 8-9 میلادی ادبیات تاجیک در تمام جهان مشهور بود و امروز نیز همچون میراث گرانبهای تا به ما آمده رسیده است. ادبیات بوی و رنگین مردم تاجیک است که تا به امروز هم اثرهای آنها از جانب مردمان کشورهای گوناگون عالم مورد استفاده و آموزش قرار دارد. Я видел в России, да, тысячи людей тоже неграмотных. در طول زندگانیم در فدراسیای روسیه با بیشتر مردم وا خوردم که قسمی از آنها نه چندان دانشمند بودند. بیشتر آنها حتی از تاریخ ملت خود چیزی را نمی‌دانند. با نوشتن کتاب‌های خود می‌خواهم ثابت سازم که خلق تاجیک تاریخ پرغناوتی دارد و آن می‌تواند باعث گردد که احترام این خلق میان دیگر خلقیت‌ها زیاد گردد. اینچنین توسط کتاب‌های خود می‌خواهم به خواننده فهمانم که تاجیک و روس از قدیم مردمی با هم دوست و برادر بودند و این رشته‌ها ما را تا ابد با هم می‌پیوندند.
дар китоби ман доир ба ин мисолҳои зиёде оварда шудааст ки хонанда пас аз мутолиаи он ин гуфтаҳои маро дарк мекунад. вақте ки кас аз гузаштаи худ иттилои пуррае дорад, пас ӯ метавонад қадамҳои худро устувортар ба пеш гузорад. мехоҳам ки китоби ман ба миллатам заррае ҳам бошад, нафъ орад. Я хочу, чтобы мои книги тоже помогли нашим таджикским людям. мирзафар тамоми талошаашро баҳри он равона кардааст ки ба оламиён собит созад ки мардуми тоҷик дорои таъриху фарҳанги боёғанӣ аст. пайваста ҷавононро талқин месозад то онҳо нақши худро дар таблиғи фарҳанги миллӣ гузошта бошанд. Не отворачивайся от униженных и оскорбленных, от бедных и слабых духом, от голодных и жаждущих воды, от идущих в темноте невежества, от потерявших нить жизни. Твой путь соединит разорванные нити.